صحبت می‌کنه در مورد اتفاقاتی که تو مدت‌ها بعد قطعا آقای قلنویی صحبتش کاملا درست بوده. اون موقع که آقای کیروش باخت مگه شما سوال جوابش کردین که الان آقای قلنویی سوال جواب می‌کنید؟ نه منم دارم به شما میگم. همین خبرنگاری که اینجا همتون کیروشی پور بودین مگه نبودین همتون؟ نه اختلاف داشتن آقا. دارم بهتون میگم. نه کلی شاید یه سری میگم. آقای خلیلزاده ببخشید یه لحظه مدت‌ها در مورد خط دفاعی تیم ملی صحبت اون موقعی که کیروش دعوت اون 8 سال ما رو دعوت نکرد شما کجا بودی؟ نه کجا بودی؟ من حالا دلم پره میخوام راجع بهش صحبت کنم. الان جلو خودم میگم حرف نمیزنم. آقای خلیلزاده مدت‌ها در مورد همین بازیکن‌ها تلاش کردن، خودت تلاش کردی. چیو؟ زحمت بازی با قطعا زحمت کشیدی فنی داشته. نه دلیل فنی نداشته. فوتبال دیگه آدم با یه اشتباه باخت دیگه. بچه‌ها حالا خبرنگارا هستن همه اختلاف نظر دارن. این همه مردم ایران یه سری دوست داشتن آقای کیروش رو، یه سری هم با ایشون اختلاف نظر داشتن. یه سری از نظر من شخصا نظر من یه سریا حالا نمیتونم اینجا رک بهتون بگم یه خورده منافعشون در خطر بود دیگه. من 8 سال فوتبالم آقای کیروش نابوده. یه دونه‌تون حرف زدین؟ چون همتون منافعتون تو اون بوده. همتون از دم. چه منافعی آقا؟ خصوصا خود شما. چه منافعی آخه؟ من نمیدونم. همین 360 این همین 360 منافعش تو همون بوده. چه منافعی؟ چی؟ من توهین نمی‌کنم. چون مطمئنم از همتون. نه وایسید عمق خط دفاع مدت‌ها مشکل داشت. همه کارشناسا شما ربطی نداره. نه دیگه. نه به شما ربطی نداره. من به شما نباید جواب پس بدم. اون به شما ربط نداره. عملکرد خط دفاعی تو نمیتونی به من بگی من خط دفاع مشخص بود. تیم ملی به شما باخت آقای خلیلزاده. بله به عملکرد خط دفاعی باخت. بیا خط دفاعی عملکرد خط دفاعی همه انتقاد داشتن. انتقاد داشتن به کارشناسا. شما قطر بدترین خط دفاعی لیگو تشکیل دادید. تو با اون 360 نابود کردید. شما اصوله فوتبال ایران نابود کرد.